سلام بچه‌ها، من علی شیخ نظری هستم. خوش اومدید به کانال من و یه ویدیو دیگه. خب تو ویدیو امروز قرار در مورد این صحبت کنیم که چجوری برنامه‌ریزی کنیم و تایممون رو منیجمنت کنیم. چون 100% واسه خاطر اینکه ما بخوایم تو زندگیمون به یک راهی ادامه بدیم، موفق باشیم و در واقع کلا وضعیت درست حسابی داشته باشیم، میبایست حتما یه اسکیجول، یه تایم بندی واسه خودمون داشته باشیم که بتونیم طبق اون جلو بریم و اینطوری مطمئنا 100% میتونیم استعال خودمون هم بهتر کنیم و احساس ارزشمند بودنمون هم نسبت به خودمون بیشتر بشه. اگه علاقه دارید در مورد این موضوع بدونید، پیشنهادم اینه که حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید و با من همراه باشید. خب موضوع اول اینه که واسه خودتون یه برنامه‌ریزی درست حسابی داشته باشید. بهترین کار واسه شما اینه که از یه تقویم استفاده کنید. این تقویمتون میتونه یا دیجیتالی باشه مثل گوگل کلندر، یا اینکه میتونه روی کاغذ باشه. اصلا فرقی نمیکنه، جفتشون واسهتون کارسازه. بهترین کار واسه شما اینه که ببینید انرژیتون تو کدوم بخش روز بیشتره و در واقع پلنتون یه جور بشینید که کاراتون رو بیشتر تو اون تایم انجام بدید و در واقع تایم‌های دیگه‌ای که خسته‌تر هستید بذارید یک سری کارهای دیگه رو انجام بدید. به این شکل واسه خودتون برنامه‌ریزی بکنید. اگه تو گوشیتون نرم افزار برنامه‌ریزی دارین که توی گوگل پلی خیلی زیادم هستش، پیشنهادم اینه که واسه خودتون یک گزینه انتخاب کنید که واسه شما یادآوری بکنه که دقیقاً چه جوری پلنتون رو انجام بدید و می‌خواید به چه شکل جلو برید. اینطوری آماده‌تر هستین و 100% هم کمک کننده‌تره. یکی دیگه از کاری که میتونید انجام بدید اینه که دقیقاً ببینید تو کدوم تایم کارایتون بیشتر و در واقع بیشتر تایمتون واسه کاراتون رو بذارین تو اون تایم و از طرف دیگه هم ببینید که چه تایمایی هستش که انرژیتون میاد سطحش پایین‌تر، در واقع ریلکس ترید. تو اون تایم واسه خودتون مشخص کنید که دقیقاً چه کارا رو اول انجام بدید و چه کارایی هم آخر سر انجام بدید. بهترین کار واسه شما اینه این وسط که ببینید دقیقاً تو یک روز به چه شکل هستید، خودتون رو شناسایی بکنید. وقتی شناسایی بکنید، برنامه‌ریزیتون هم به این شکل آسان‌تر میشه و راحت‌تر میتونید باش کنار بیاین. کار بعدی که انجام بدین، بهترین کار واسه شما اینه که دقیقاً وقتی صبح از خواب پا میشید، نیم ساعت اول روزتون رو جوری بذارید که دقیقاً برید سراغ برنامه‌ریزی، بدید که میخواین تو اون روزتون چیکار بکنید و با خودتون چند هستین. به عنوان مثال اگه کاری میکنید واسه خودتون مشخص کنید که مثلا من از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر رو اختصاص میدم به کارم. به عنوان مثال اگه سر کار میرین، بهترین کار واسه شما اینه که بگین که مثلا من از ساعت 9 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر رو میرم سر کار و بعد از اونم قراره به عنوان مثال برم پلو مادربزرگم یا اینکه بهش زنگی بزنم. اینطوری واسه خودتون ترتیب بندی بکنید که دقیقاً به چه شکل کارتون و دقیقاً واسه خودتون مشخص بکنید. واسه خودتون نظم بندی بکنید که دقیقاً اینا به چه شکله. به عنوان مثال اگه قرار لباساتون هم بشورید، واسه خودتون بنویسید که تو این تایم قرار لباسام بشورم، یا اینکه مثلا به عنوان مثال واسه خودتون کاراتون رو مشخص بکنید. حتما لازم نیست تایم بندی خاصی داشته باشه، به ترتیب واسه خودتون مشخص بکنید اینا رو. کار بعدی که باید انجام بدید اینه که واسه خودتون یک سری تایم‌های استراحت بزنید. به عنوان مثال اگه کاری انجام دادید که خیلی سخت بوده و در واقع تایم زیادی ازتون گرفته، بهتره واسه خودتون این تایم بندی مشخصی داشته باشید که 1 ساعت یا به عنوان مثال نهایتاً 2 ساعت برید گیم بزنید، برید تو شبکه‌های اجتماعی یه کاری انجام بدید که بهتون حس خوبی میده. این کارا باعث میشه که انرژیتون رو بخواید تو سطح روز حفظ کنید و در واقع خسته کننده هم نباشه واسهتون روتینتون. حتما لازم نیستش که تایم زیاد باشه. به عنوان مثلا اگه درسی میخونید، بهتره که مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه درستون رو بخونید، 5 دقیقه واسه خودتون استراحت بذارید. یا به عنوان مثلا اگه دارید کاری انجام میدید، به همین شکل واسه خودتون جلو برید که در واقع خسته کننده نشه اون کارتون واسهتون. موضوع بعدی اینه که روزهای جمعه و پنجشنبه هم که تعطیل هستین، هم بازم یک سری کارا انجام بدید. به این شکل نباشید که همه چی رو بذاریدش کنار و در واقع هیچ کاری انجام ندید. اینطوری باعث میشه که نظمتون از بین بره و در واقع یه جوری حسالتون هم نسبت به خودتون روزهای بعد کمتر باشه، بدتر باشه. و این خاطر این حرفو میزنم که خودم به شخصیت روزهای تعطیلم واسه خودم یک سری کارا رو انجام میدم که در واقع نخوام مثلا از روتینم دور بمونم. همین کارم کمکم میکنه که در واقع روی نظم بمونم و بتونم که سوال خوبی داشته باشم. و موضوع بعدی هم اینه که واسه خودتون تایم خواب مشخصی داشته باشید. حتما بدونید که تو چه تایمی میخواید از خواب بیدار بشید، تو چه تایمی هم در واقع میخواید برید بخوابید. همه اینا کمکتون میکنه که سطح انرژیتون توی حالت استیبل باشه و روز بعد که از خواب میخواید پاشین در واقع برید کارتون رو انجام بدید، حال خوبی داشته باشید. خودم به شخصی تایم خوابم الان تازگی یکم بد شده و همینم باعث شده که رو سطح انرژی یکم تاثیر بذاره. به شخصی دارم سعی میکنم که این موضوع رو اصلاح بکنم و در واقع توی زندگی من ازش استفاده خوبی ببرم. موضوع بعدی اینه که از تایمتون به بهترین شکل استفاده کنید و در واقع کارهای خوبی داشته باشید. این موضوع مربوط به این میشه اولیش که در واقع واسه خودتون مشخص کنید که چه کاری مهمه و اون کار مهم رو به این شکل واسه خودتون مرتب بکنید. همه ما یک سری کارا واسه خودمون داریم که درجه بندی داره. به عنوان مثلا کارمون این وسط میاد بالا. موضوع بعدی اینه که مثلا نمیدونم می‌خوایم ورزش بکنیم. موضوع بعدی اینه که به عنوان مثال می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم که واسه ما مهمه و مربوط به زندگیمون میشه. همه اینا رو به ترتیب دونه واسه خودتون مشخص کنید به شکل درجه بندی که دقیقاً به چه شکل و چه جوری می‌خواید اون رو انجامش بدید.
به عنوان مثال بنویسید که این کار واسم مهمترینه، کار بعدی واسم ضروریه، کار بعدی مثلا به عنوان مثال واسم چیز ارزشمندی نیستش که خیلی روش تمرکز داشته باشم. به عنوان مثال کتاب خوندن چیزیه که مهم هست ولی به عنوان چیز خیلی مهم به حساب نمیاد، در واقع سطحش میاد پایینتر و به شما باید جوری اون رو برنامه‌ریزیش بکنید که سطحش کمتر باشه و به قولی آخر شب‌تر اون رو انجامش بدید. موضوع بعدی اینه که قورباغه زشته رو همون اول بخونید. برایان تریسی کتاب داره و در مورد این موضوع صحبت کرده، به عنوان قورباغه‌ات رو قورت بده و تو این کتاب گفته که میبایست ما واسه خودمون واسه خاطر اینکه بخوایم در واقع پروداکتیوتر باشیم و کارهای بیشتری داشته باشیم حتما اون کار مهم رو اول از همه انجام بدیم که بخوایم تو کل روز احساس خوبی داشته باشیم که کار سخته رو اول انجام دادیم خیالمون هم راحت هستش. یه جوری هم برنامه‌ریزیتون رو جلو ببرید که وقتی می‌خوایم کار مهم رو انجام بدید دیگه نه این سراغ حواس پرتی و در واقع حواستون رو پرت کنید از اون کار اصلی که دارین انجام میدید. اینطوری روتینتون در واقع ثابت میمونه و میتونید کارتون رو بهتر انجام بدید و حواس پرتی هم که دور و براتون هستش هم کمتر و کمتر میشه. موضوع بعدی اینه که همیشه کار انجام بدید بچه‌ها. به عنوان مثلا اگه تو مترو هستید و وقتتون داره تلف میشه، بهترین کار واسه شما اینه که یک کتاب صوتی گوش بدید، یا به عنوان مثال وقتی می‌خواید برگردین خونه‌تون رو پیاده روی می‌کنید، تو اون تایم به یک موسیقی گوش بدید که در واقع بهتون حس خوبی میده و در واقع مربوط به کارتون. نه به عنوان مثال اگه دارین از سر کارتون هم برمیگردید، بهتره که یه وایس انگیزشی گوش بدید یا یه وایس روانشناسی گوش بدید که بخواد بهتون کمک بکنه این وسط بیکار نباشید. همه اینا در واقع یک راه کمک کننده است که در واقع به پلنتون بچسبید و هیچ تایم بیهوده‌ای هم این وسط نداشته باشید، چون همین موضوع هم باعث میشه که نسبت به خودتون حس خوبی داشته باشید. من خودم وقتی بیکار هستم ترجیحم اینه که به یک کتاب صوتی گوش بدم یا یک کتابی بخونم این وسط که در واقع حس پروداکتیو بودن بهم دست بده. یا به عنوان مثلا اگه ایمیلی هستش که میدونید موقع کار اصلیتون اگه اونو چکش کنید وقتتون هدر میره، بهتره تو همون تایم‌های آزاد این کارو انجام بدید، چون همینجوری پلنتون در واقع سر جاش میمونه و حس حالتون هم بهتره. موضوع بعدی اینه که چند تا کارو با هم دیگه انجام ندید بچه‌ها. اینجوری تمرکز شما به هم میخوره. شما میبایست واسه خودتون یه کار مشخص بکنید و اول از همه اون رو انجام بدید و بعدش برین سراغ یه کار دیگه. همه اینا به مرور زمان باعث میشه که ذهنتون ثابت بمونه رو اون کار و تمرکزتون هم بیشتر باشه روی اون. اینجوری هم باعث میشه کارتون سریعتر انجام بشه و دقیقاً سریعتر هم بتونید برید سراغ کار بعدیتون و در واقع روی پلنتون بمونید و جلوتر برید. به عنوان مثلا اگه این کار کردن توی ایمیل اومد، یه مسیجی از واتساپ اومدش، نرید اون رو چکش بکنید. بذارید که کارتون تموم شد بعداً این کارو انجام بدید، چون اینجوری از پلنتون دور میشید و تمرکزتون هم به هم میخوره. موضوع بعدی اینه که واسه خودتون یک محیط درست همون واسه کار کردن ایجاد بکنید. این وسط هیچ مشکلی ندارید در مورد این موضوع، ولی اگه سر کار نمیرید بهتره که محل کارتون، محل نمیدونم هر کاری که میخواید انجام بدید، درس خوندنتون یه جوری باشه که در واقع شما رو متمرکز کنه رو انجام دادن کارتون. بهترین کار واسه شما اینه که دقیقاً محل کارتون، محل درس خوندنتون یا هر کاری که میخواید انجام بدید رو واسه خودتون به خوبی مشخص بکنید، چون این موضوع به شدت تاثیرگذاره روی کاری که میخواید انجامش بدید. اگه میخواید کارو انجام بدید، پیشنهاد من اینه که محل اتاقتون جور درست بکنید که در واقع بهتون حس خوبی میده. به عنوان مثلا میتونید چند تا نقاشی بچسبونید، چند تا تابلو بچسبونید و از طرف دیگه محل کارتون یه جوری باشه که حواستون رو پرت نکنه. یه کاری بکنید که شما متمرکز باشید روی کارتون، چون اینجوری 100% هم راحت‌تر میتونید پلنتون رو جلو ببرید. موضوع بعدی مربوط میشه به اینکه در واقع حواس پرتی‌ها رو کمتر بکنید بچه‌ها. بهترین کار واسه شما اینه که حتما گوشیتون رو خاموش بکنید. وقتی شما گوشیتون روشن باشه، ناخودآگاه چون عادت کردید که به گوشیتون زیاد سر بزنید، می سراغ گوشیتون و باعث میشه که هم وقتتون هدر بره و این وسط حواستون هم پرت بشه. خودم به شخص اوایل عادت داشتم که گوشیم بغلم باشه و در واقع وقتی کارامو انجام میدم همش چکش بکنم. اینطوری باعث میشه که شما نتونید حالت فلو یا در واقع حالت روندی که من در موردش ویدیو درست کردم رو داشته باشید. تو این حالت شما تمرکزتون خیلی بالاتره و در واقع اگه تو این سطح از تمرکز باشید 100% میتونید کارتون هم زودتر انجام بدید و حس حال بهتری هم داشته باشید. اگه گوشیتون رو نمیتونید خاموش بکنید، بهترین کار واسه شما اینه که یک سری اپلیکیشن نصب بکنید، یک سری اپلیکیشنایی که وقتی گوشیتون میخواید به سراغش میگه که گوشیتون قفله و واسه چیز تایم بندی مشخصی دارید و در واقع میگید که مثلا من نیم ساعت تمرکزم متمرکز میذارم روی کارم و سراغ گوشیم نمیرم. همچنین نرم افزاری توی بازار و گوگل پلی هستش و میتونید سرچ بکنید. اگه هم نمیدونید چه جوری سرچ بکنید، بعد بنویسید که free of distractions، یه همچین اسمی داره و در واقع کمکتون میکنه که این اپلیکیشن رو بتونید نصبش بکنید. موضوع بعدی اینه که اگه کارتون با لپتاپ هستش، بهتره که براوزرهای الکی رو پاکش بکنید بچه‌ها. به عنوان مثال اگه دارید یه کاری انجام میدید که توی ایمیلتون هستش یا مثلا یه کاری مربوط به سایت خاصی هستش، بهتره که اون یوتیوب یا مثلا سایتی که توش اینستاگرامی که هستین رو ازش بیاین بیرون و بعدش کارتون انجام بدید. اینو باعث میشه که حواس پرتیتون کمتر بشه و تمرکزتون هم روی کارتون بیشتر باشه و سریعتر بتونین کارتون انجام بدید. پس واسه این کار بهتره که حتما 2 تا براوزر رو نهایتا واسه خودتون باز نگه دارید. یکی اون که لازمش دارید، یا اون که مربوط به ایمیلتون یا کارتون میشه. همه اینا باعث میشه که در واقع متمرکز بودن شما هم بیشتر بشه.
موضوع بعدی اینه که شبکه‌های اجتماعی بلاکشون بکنید. یک سری نرم افزارا هستش این وسط که میتونن این کارو واسه شما انجام بدن. خودم به شخص سراغ یوتیوب خیلی میرفتم، یعنی عین کارم عادت داشتم برم تو یوتیوب استودیو چنلم و همینجوری بالا پایین کنم صفحه رو الکی و همین موضوع هم باعث میشد که وقتم هدر بره و تمرکز درست حسابی نداشته باشم و حواسم پرت‌تر بشه. یک سری اپلیکیشن ها رو دانلود بکنید توی این موضوع که بخواد کمکتون بکنه این مشکل رو در واقع بتونید برطرفش بکنید. چون شبکه‌های اجتماعی خیلی اعتیاد آوره و 100% هم موقعی که دارید کارتون رو انجام میدید ناخودآگاه بهش فکر میکنید و همین موضوع هم تمرکزتون رو از بین میبره. موضوع بعدی اینه که حتما متمرکز باشید روی کارتون. به عنوان مثال پا نشید به یه آبی بخورید یه کاری انجام بدید. به عنوان مثال اگه 20 دقیقه به خودتون گفتید میخواین کار بکنید، تو اون 20 دقیقه حتما متمرکز باشید رو کارتون، در واقع تو سطح فلو باشید، اما حالت روندی که کمکتون میکنه متمرکزتر باشید. اینجوری باعث میشه که کارتون رو سریعتر انجام بدید و در واقع زودتر بچسبید به تایم منیجمنتتون. به عنوان مثال اگه ایمیلی اومد واسهتون یا یه پیامی اومد شبکه‌های اجتماعی، بذاریدش کنار، اصلا توجه خاصی بهش نکنید، یا بهتر از همه همون اپلیکیشنی نصب کنید که نرید اصلا سراغ گوشیتون، چون اینجوری تمرکزتون به هم میخوره و نمیتونید برنامه‌ریزی خوبی داشته باشید، به برنامه‌تون بچسبید. خب بچه‌ها به انتهای ویدیو رسیدیم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من قبلا ویدیو درست کردم به اسم تکنیک تایم باکسینگ که مربوط به ایلان ماسک میشه و خیلی همون انجامش میدن و در واقع دونه دونه واسه خودشون مشخص میکنن که چه کارهایی باید انجام بدن و تایم خاصی واسش داشته باشن. پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو حتما ببینید، لینکش رو واسهتون تو دیسکریپشن میذارم. اما همین چیزی که بهتون گفتم واسه خودتون مشخص بکنید باعث میشه که منیجمنتتون بهتر بشه. حتما یادتون نره که کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم بزنید. حتما یادتون نره که تو این کامنت ها نظرتون واسه هم بنویسید و حتما یادتون نره که ویدیو ما رو لایکش بکنید بچه‌ها. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، بدرود.